بسم الله الرحمن الرحیم. ما شما خوانده بودیم که زمانی که ابهر از قلب منشأ می گرفت، باز از حجاب عزیز عبور می کرد و داخل بطن می شد، که زمانی که داخل بطن می شد اولین شعبه‌ای که میداد به نام سیلیک ترنک یاد می شد، که سیلیک ترنک باز به نوبه خود به 3 شعبات دیگر تقسیم می شد که عبارت از left gastric artery، splenic artery و hepatic artery بود، که left gastric artery معده را اروا می کند، splenic artery سپلین و یا طحال اروا می کند و hepatic artery کبد اروا می کند. و در قسمت پایینتر از سیلیک آرتری یک شعبه دیگر میداد که به نام سوپیریر میزنتریک آرتری یاد می شود، که این قسمت امعای کوچک سیکم، قسمتی از امعای سایده و یک قسمتی از امعای مستعرض اروا می کند. و همچنان در جوانب 2 شعبه دیگر میداد که به نام رایت رینال آرتری و لفت رینال آرتری می باشد، که اینا رایت رینال آرتری کلیه راست و لفت رینال آرتری کلیه چپ اروا می کند. و همچنان در قسمت قدام یک شعبه دیگر می دهد، این قسمتی است که بالاتر از سره می باشد، به نام اینفیریر میزنتریک آرتری یاد می شود، که اینفیریر میزنتریک آرتری قسمتی از کلون مستعرض چپ، قسمتی از کلونی سیگموید، قسمتی از کلونی نزولی و همچنان رکتم چی میکند اروا میکند. و در قسمت سره به 2 حصه تقسیم می شود، که به نام رایت کامن ایلیک آرتری و لفت کامن ایلیک آرتری می باشد، که باز به نوبه خود امی کامن ایلیک آرتری ها به 2 شعبه دیگر تقسیم میشن، که اینترنال ایلیک آرتری و اکسترنال ایلیک آرتری نامیده میشند.